6 نماینده جامعه شهروندی ولایت مختار کوهستان بدخشان از کمیسیای 44 که برای تفتیش مشترک قضیه‌های مربوط به حادثه‌های ماه نوامبر سال 2021 در شهر خورخ سفربر شدند، در یک مراجعتنامه مشترک ویدیویی به نام داستانی کل تاجیکستان یوسف رحمان از اینکه تا حال کسی برای مرگ ساکنان ولایت در ماه نوامبر به جوابگری کشیده نشده است سخت اظهار نگرانی کردند. در مراجعتنامه این 6 عضو کمیسیای 44 گفته می شود که نمایندگان گروه تفتیشاتی داستانی کل برابری منصور حاکمزاده که می بایست تفتیش این پرونده ها را پیش می بردند اصلا در حدود ولایت مختار کوهستان بدخشان قرار ندارند و در طول بیش از 3 ماه اخیر به گفته آنها در رابطه با کشته شدن زیابکوف گلبدین و زخم برداشتن میرزای فرازک و غلامشاه تیغونشاه از سلاح آتشفشان در دهه 17 نویه روشخله و کشته شدن امیرشاه توتشاه و مرادبکوف گلنظر و زخمی شدن بیش از 15 تن دیگر در میدان اسماعیل سامانی شهر خورخ یگان حرکت تفتیشاتی انجام داده نشده است. این در حالی است که به گفته نمایندگان جامعه شهروندی بدخشان تفتیش 13 پرونده دیگر مربوط به حادثه‌های ماه نوامبر کیها انجام داده شده، دادگاه در مورد این پرونده ها الکی حکم خود را برآورده است. نمایندگان جامعه شهروندی بدخشان از دادستانی کل یوسف رحمان خواستند که برای تفتیش هر چه زودتر پرونده هایی که طلب اساسی اعتراضگران خورخ بود مساعدت کنند. در همین حال کمیسیای 44 در صفحه‌اش در فیسبوک خبر داده است که روز 19 اپریل در یک نشست خبری درباره نتیجه های فعالیت خود از جمله پیرامون تا امروز به کجا رسیدن جریان تفتیش پرونده های کشته شده و زخمی شدن ساکنان بدخشان و قدم های بعدی کمیسیای 44 حسابات بدهند. کمیسیای 44 در پایان ماه نوامبر سال 2021 از جانب اعتراضگران شهر خورخ برای مذاکرات با مقامات و نظارت جریان اجرای طلب‌هایشان انتخاب گردید. به هیئت آن نمایندگان جامعه شهروندی ولایت مختار کوهستان بدخشان جلب شدند. یادآور می‌شویم که روز 25 نوامبر مرگ گلبدین زیابکوف ساکن دهه 17 نویه روشخله در پی بازداشتش سبب اعتراض‌های گسترده در خورخ شد که 4 روز دوام کرد. مردم جسد زیابکوف در روی دست اول در کوچه‌های خورخ راهپیمایی کردند و سپس در میدان نزد بنای حکومت ولایت جمع آمده به جوابگری کشیدن گناهکاران مرگ او را طلب کردند. در روزهای ناآرامی‌ها در بدخشان باز 2 ساکن این ولایت کشته و دست کم 15 تن دیگر زخمی شدند. اعتراضگران تنها شام 28 نوامبر وقت خانه به خانه پراکنده شدند که مقامات وعده تحقیق مشترک قضیه مرگ گلبدین زیابکوف را دادند. به این مقصد یک گروه مخصوص عبارت از 20 نماینده نهادهای تفتیشاتی و 6 نماینده جامعه شهروندی نیز تشکیل شد، ولی با گذشت بیش از 4.5 ماه تا حال یگان نفر گمانبر در مرگ زیابکوف معین و دستگیر نشده است. Votem!